مشتاق و امروز اومدیم با یک ویدیو فوق خفن دیگه. بچه امروز اومدیم تیک توک های کرنج با هم ببینیم ولی نظم امامش از هندیش. پس بدون معطلی لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عشق من این بریم به ویدیو. لیتس گو. بریم. اوه و اینجا چه رزد پسی کنده ایدو دلیلی داشت کامنتو برسید. اوه بنازم بزن زنگو موتور سوار رو شاخ داره. به یه زوج زیاد هم رد میشن از اینجا. چرا زد تو سینه پسر حالش داد طرف سینا. یعنی چی؟ بابا بنازم. گندلات محلشون بوده این داداشمون و بسیار زیبا و خفن، بسیار مفهومی، بسیار خفن، بسیار گاد. اصلا یه چیزی نگم برات رفت. کفتر ریده بودم داشتم. ای خدا بچه ها این ویدیوهاش یه چیزایی در حد همون ویدیوهای پارکی خودمونه. فرق همچنان نداره، همون پارکی است و بسیار مفهومی، جذاب و همطوری میگم فوق العاده خفن. همشون هم کتک میکنه. موهاش چرا اینجوریه؟ اصلا مشتش نمیخوره صورتش. یعنی چی؟ نشستم به در نگاه میکنم. دریچه. یعنی چی؟ بچه این ویدیو یعنی چی؟ یه آدمی نشسته بودش با گوشیش برمیرفت، موهاش هم خیلی زایه بود و یه سری آمدن زدنش. شاید با موهاش حال نکردن. این هم هست. خب بریم. بله داشتمون نینجای شهرشونه. سکوت میکنم در برابر ویدیوی به این سنگینی. خیلی سنگین، فوق العاده سنگین. همشون هم گندلات شهرشونه. بچه ها این پسره که موهاش خیلی بده یه جوریه تو هم ویدیو قبلی بود و دارم با هم دیگه داستانش میگیرم. نکنیم بچه ها قیافه شدیم. این سکوت من خیلی از ما سکوت کردم این ویدیو، ولی ما ادامه بیدیم به عشق شما. بریم ویدیو بعدی. دنبالشون رفت. داشتش کمک گرفت. بسیار سنگین بود. بذارین توضیح خلاصه بهتون بدم. اینجا این آقاهه که پیرنش صورتیه، هم صورتی من میگم، اومد این دست این پسر قرمزا رو گرفت و رفتن و این دخترها رو ول کرد و اومد. بعد وسط راه یه دختری
به استایل کفتری نشسته و این پسر قرمز رو تور میکنه و این میره سراغ اون و نمیاد با این و این گریه میکنه و غمگین بود و خیلی معنی دار. اینجا پسر اوه دلم کن دارم میرم بچه گرفتیم ویدیو رو اصلا نمیگم سکوت میکنم خودتون فهمیدین خودتون بیشتر از من فهمیدین و اوه بچه این حرکتش اینه چیه؟ چجوری کرد؟ اینجوری کرد یعنی چی؟ این حرکتش خیلی زایه خیلی زایه بچه خیلی زایه اوه کیفش رو قاپیدم و بعد دارم دوتا حرف میزنم دارم اوه شونش در گرفت سیده ده اوه گنگ محلات شب در فرار میکنم میگم من زدم مشکل نیست تعظیم میکنی نفکرم عشق است این ویدیو عشق است چکو که پول انداخت روش و بله آقا ریشوه اومد تا بزنه و اینجا کفششو داده یارو گفت واکس بزن زنگو سوسماست اینجا اومد دو ساعت چنده فردش کم اومد گفت صف من گرفتم فردش کم اومد و قیافش یا بچه اینا خودش در میره با برنامه هست بنازم یاروه از ترس قیافش گرخید به خودش و فرار کرد خواب فرار داشت. خب به هیکل رو بنازم بچه منو باید بررسی شروع کنم خیلی لاغرم بچه همین یارو قبلی هست قیافه فوق شخمتی قیافش نگاه میمون تر میمون لبخند نگذاره خب ولی هیکلش اندازه من نیست ناکه هیکل هیچی هم نداره ولش کن بریم دادا تمامش کنیم صورتش لب نمیگیره هم چی کار میکنه برسا بودی بچه دوست این داده شما افتاد پا مرده به کفاشی افتاد این بچه گنگ شهرشون بوده از یک پیداست گنگ در گنگ و خفانترین شهر و همون حرکت قبلی که بچه فقط معنی میده تو هند بچه هندی بنویسن حیف که بچه نمیتونیم گوش بده آهنگش رو اما چرا این که تابله دستی کرده الان یکی میاد یه کمک میکنه زنگ زد
دیدم این پیرن صدودش اینو میزد یا نمیزد یا این رفیقش بود یا ولش کن. بریم سراغ ویدیو بعدی. اوه آهنگش بچه خیلی خفنه. حیف بنزید بشود. الان این دختر اومد این پای این پیرن سبزه رو شکست و بعدش پیرن صورتی اومد بلندش و بعد با همین سایه که بیانم خوشمندی بیانم خفنی برمیم و اوه پول انداخت. بچه ها مرسی که تا آخرین ویدیو با اون همراه بودین. عشق من این لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. خدا یار و یاورت. خدا